الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز و نمازگزاران محترم، خداوند را شکرانه میکنیم که من و شما را در خانه خودش با تن صحت، با عبادت، با روزه داشتن و نماز گذاشتن و قیام داشتن شب‌های رمضانی توفیق داد. الله تعالی ما و شما را از راه صراط المستقیم همیشه در حفظ و امان خودش نگاه بدارد، مستقیم بدارد در این راه. گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند، زنده ها را زندگی با بندگی نصیب کند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتک یا رب. برادران عزیز، حسب ترتیب و برنامه‌ای که من و شما داریم، سوره هایی که قاری‌ها پیش میخوانند و من و شما از عقب اون یگام ترجمه احکام از اون سوره ها را بیان میکنیم. سوره نوبتی من و شما سوره رعد است. بسیاری از برادرایی که هستن طالب علمایی که در مسجد من و شما یا قاری‌ها میگن که ما این گونه‌ای که رفتیم قاری‌ها را دایره نمیکنیم. از تجربه سالهای گذشته هم میگه چندین سوره ها بعد میمونه، میگه که هیچ چیزی از اون سوره ها گفته نمیشه. برای همون بعضی سوره ها است که ما تفصیل کرده در اونها نمیتونیم. یکی از اون سوره ها سوره رعد است که امشب ما در بیان اون هستیم. از سوره های مکی هست در قرآن عظیم الشأن من و شما. بعضی از قرآن ها همین سوره را مدنی نوشته است، چون که اختلاف است در میان علما که سوره رعد مکی هست یا مدنی. بعضی اقوال قطعی بعضی از آیات های این سوره در مدینه نازل شدن، بنابراین این اختلاف پیش آمد که سوره مکی هست یعنی در مکه نازل شدگی است یا مدنی هست که در مدینه نازل شدگی است. و قول راجح همی است که همچون که در قرآن عثمانی که پیش من شما هست، سوره رعد از سوره های مکی هست، تقریبا 43 آیت و 6 رکوع دارد. رعد به خاطر نام گرفته شد که شما میدونید رعد و برقی که در آسمان زده می شود. بعضی مفسرین بر این هستند که رعد نام ملائکه است، همچنانی که از اون آیت یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته که در آخر همین سوره میخواند که رعد الله تعالی را حمد میگوید و تسبیح میگوید با حمد خدا و ملائکه ها از خیف خدا تسبیح میگوید. بنابراین این سوره از طبق همین که رعد در این سوره ذکر میشه در آخرش نام سوره رعد نام گرفت. رعد گفتن همون صوتی که شما میشنوین همون را میگویند و بعضی از مفسرین گفتن که رعد اسم ملائکه هست که ابرها را یکیش بر دیگرش چیکار میکند میزند تا اینکه باران بگیرد یا دیگر چیزی از آسمان برای منفعت زمین پایان بیاد. برادران عزیز، بعد این سوره ابراهیم علیه السلام هست که سوره ابراهیم هم از سوره های مکی هست و دارای 72 آیت و 7 رکوع هست و در اینجا دعوت ابراهیم علیه السلام در راه خدا با پدرش صحبت میکند و برای این که ما درباره حضرت ابراهیم صحبت کنیم تقریبا برای ما چند شب لازم است که ما درباره حضرت ابراهیم علیه السلام صحبت کنیم، چون که حضرت ابراهیم آنچه که قرآن ذکر میکند، احادیث ذکر میکند، اون خلیل الله است در میان انبیا، دوست خدا. یعنی الله میگه که این دوست من است و اون ابو الانبیا هست. ابو الانبیا در حدیث میاد و از انبیای اولو العزم من الرسول، 5 پیامبر که اولو العزم هستند، یکی از اونها ابراهیم علیه السلام است. و حضرت ابراهیم تقریبا 69 مراتبه خداوند در قرآن نامش میگیره. معنای ابراهیم کلمه عبری است، به زبان عربی اب رحیم شاه، یعنی پدر مهربان. حضرت ابراهیم علیه السلام از خردی در خانه یکی از اینها بود که در اکثر تفسیرها آذر آمدگی و با دیگر نام پدری ذکر می شود. از خردی
خداوند فطرتاً همین فرزند همین خیلی لیاقت دادگی بود که این با پرستیشی بود پرستی قومش راضی نبود. از اون جمله پدر خودش بود میتراشید و اون بودها را در دست این میداد. این کودک بود میگفت اینا را برده در بازار بفروشد. حضرت ابراهیم اینا را بازار میبرد، مردم میگفت کی من یشتری ما لا ینفع ولا یضر، کی میخرد این چیزا نه فایده داره نه ضرر، هیچ نیست. همون بوتا را میبرد با همین گونه نامگذاریشون میکرد. میگفت کی میخره ایرا، اینا منفعت داره نه ضرر. حتی در بعضی روایت اومده است که وقتی که میبرد اینا را در راه آب بود، کله امو را در آب بود میکرد، کلش در آب میزد که بخور اشرب میکرد بنوش. یعنی از خوردی نفرت با همین سنگ پاره و چوب پاره ها داشت. بعضی تاریخ ها میگن که قوم اون آفتاب پرستی هم میکردن. حضرت ابراهیم علیه السلام در راه دعوت کردن پدرش و قومش به نهایت قرآن ایرا ذکر میکند. در هر جایی که دعوت میکند پدرش، شما قرآن از اول تا آخر که گفتیم 69 مراتبه ابراهیم خداوند نامش میگیره. چی میگه ابراهیم خداوند؟ خلیل الله هستی میگه، اواه منیب. این ما را بسیار ذکر میکند، فقط طرف ما بر میگرده. این ابراهیم کان امه، ابراهیم خودش تا قدر بندگی امت ہے و این از اون کسایی است که الله تعالی اینا را از میان مردم برگزیده است، انتخاب کرده است. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. یعنی الله تعالی آدم و نوح و خانواده ابراهیم و خانواده آل عمران را بر عالمیان فضیلت بخشیدگی است، انتخاب کردگی است. همین حج که من و شما میریم و برادران در حج عمره هستند، همین اعمال خانواده ابراهیم است. همون قربانی و همون شیطان سنگ زدن. ببینین خدا امرش کرد که بچه‌ش به قربانگاه کشد، بچه را گرفت به قربانگاه برد. حضرت ابراهیم اسلوب دعوت همه انبیا را نشون داد. حتی پیامبر ما را خداوند اقرار اتبع ملت ابراهیم حنیفا، تو در راه دعوت پیروی، در راه عقیده و توحید، در راه یکتاپرستی پیروی از ابراهیم بکن. ابراهیم علیه السلام شخصیتی هستند که تقریبا از لحاظ تاریخی 200 سال عمر دیدگی‌اند و حضرت ابراهیم پیامبر صلی الله علیه وسلم در وصفش میگه که اول ما یکسى یوم القیامت هو ابراهیم علیه السلام. روز محشر که به نهایت روز سنگین است، همه لوچ مادرزاد هستند در اون روز. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که سری کودک ها را سفید میکند، همون روز میگه اولین کسی که لباسش میپوشانند ابراهیم علیه السلام است. لیکن وقتی که قرآن شما نگاه کنین، پدرش دعوت میکند، حضرت ابراهیم چگونه دعوت میکند؟ یا ابتی، ای پدر جان، شاد عبادت میکنی چیزی که لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی منک شیء. ای پدر جان، این نه میبیند نه میشنود نه کاری از تو این قدم میتواند. یا ابتی یا ابتی یا ابتی گفته دعوت میکند. لیکن پدرش یا ابراهیم میگه، جواب میده. یگان بار یا بنی، ای بچه جان گفتگی نیست، یگان بار در قرآن. حضرت ابراهیم پدری بتراش مشرک شد، رنگ جوانان امروز دعوت نمیکند. جوانان امروز پدر خودش میگه این طاغوت است، این نجس است، میگه این مشرک است، این کافر است. ما باید از قرآن یاد بگیریم که بزرگان من و شما، آنانی که معلم دین بدن، چگونه دعوت داشتن. اجازه نیست انسان با پدر و مادر مشرکی که تو را با دیگر پرستش دعوت میکنه، در اسلام حق نداری اونا را سخن ناجا بگوی، آزار و اذیت حق نداری، دست برداشتن حق نداری. در همون حالت و این جاهداک ان تشرک بالله، تو را دعوت میکنه که تو بچم شرک به خدا بیار، همون حالتی که اونا مشرکن. و صاحب هما فی دنیا معروفا، در دنیا قطعی پدر و مادری بدین امرگی خوب که میگه قرآن. چیکار که سرشبوشو پدریالی سفید پرتاش کم سر که بگو تو پدری منی. حضرت ابراهیم هم پر قرآن یا ابتی، ای پدر جان. و همین خیل دعوت میکند، در راه قومش دعوت کردن، بت‌ها را میشکند، تبر در کتف یک تا از اونها میماند. ابتداء خودش
الان که جوان است نمیدوند خدا را، هیچ کم یادش نداده است، معلم هم ندارد، ستاره را میبینه این خدا است. اون وقتی میرن میگن نه خداوند نیست نمیشد، من دوست نمیدارم نیست شوندگان رو، این اون نیست. ما هم میبینیم میگه این است، اون هم نیست میشد میگه این خدا نیست. وقتی که آفتاب میگه هذا ربی و هذا اکبر، این میگه خدای من است و این بزرگ است. اینم میرود میگه این لا احب الافلین، من این نیست شوندگان رو، اینا خدا نیستن. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. در نتیجه میگه من چهره‌ام را برگرداندم به سوی آن ذاتی که آسمان ها و زمین را آفرید و ما انا من المشرکین، و من مشرک نیستم. یعنی دلش خنک میشد از ستاره و ماه و آفتاب، رو میکند با آن خدایی که زمین و آسمان آفرید در جوانیش. قصه مختصر از همه جایی که برای من و شما در قصه ابراهیم به نهایت جای عبرت است، این است که حضرت ابراهیم تا روزی که پدرش دعوت کرد، پدرش گفت من بیزارم از تو، از خدای تو، از دین تو. در اونجا گفت سلام علیکم. در رفتن چی گفت؟ سلام علیکم. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرآن میگه هر عالمی را، هر داعی را، مردم اگر آزار و اذیت میکنن بلا و بتر میگه اون میگه سلام الله علیکم، تمام، السلام علیکم. میگه برو ابراهیم، میگه اون حضرت ابراهیم هم میخواد گفت و استغفر لك ربی، او من میرم پروردگار ما طلب مغفرت میکنم برای تو. از همونجا جدا شد پدرش و این کار کرد، خداوند قبول نکرد، چون که برای مشرکین دیگه استغفارم قبول نیست. حتی اون جایی که قابل عبرت است، اینقدر دعوت زیبای ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم خدا میگه این خلیل ما است، این اواه منیب است، این خودش تنها در بندگی امت است. حالا که شب معراج پیغمبر میگه در آسمان هفتم رفتم، ابراهیم دیدم پشتش در بیت المعمور موندگی است، میگه اونجا نشستگی است نزدیک عرش خدا. آخرین پیغمبر ما از در آسمان. با وجود همه این فضیلت، با وجود همه این بندگی، حتی قرآن شما بخونین، یهودی ها میگه ابراهیم ای ما، نصرانی میگه که این نصرانی بده ای ما، مشرکین حتی میگه این مشرک است از ما هست، مسلمان ها میگه ما از ما هست و حقیقت هم است که از ما است. قرآن میگه هو سماکم مسلمین، اون شما را مسلمان نام کرد. میگه برای همین قرآن دفاع میکنه، میگه این از اونا نیست. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما و ما كان من المشرکین. نه یهودی بود میگه ابراهیم، نه نصرانی بود میگه، این میگه یکتا پرست بود، از این شرک چیزها یک طرف بود، دور بود. و ما كان من المشرکین، و از مشرکین هم نبود. و همه دنیا میخواه خودش به ابراهیم نسبت بده، الله رد میکنه، از اینها نبود میگه. حنیف بود، یکتا پرست بود، مسلمان بود میگه. در صحیح البخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم جایی که گفتم عبرت است برای برادرها، هر شوخی و هزلی که برادرها میکنن، شوخی در اسلام هست، مادامی که در اون تحقیر نباشد، حقارت نباشد، سخن فحش نباشد. ما در کتاب‌های حدیث باب المزاح داریم، باب شوخی اجازت هست، لیکن در اون شوخی تحقیر نباشد، حقارت نباشد، عرض و آبروی کسی را نرسید، سخن فسق و فحش نداشته باشد. میگد که برای چی گفتم مزاح؟ بعضی برادرها شوخی میکنن، با دین هم شوخی میکنن، با قرآن شوخی میکنن، با پیامبرها شوخی میکنن. نکنن این کارا. پیامبر میگه رو به مؤمن یمسی مسلما و یصبح کافرا. بسیار مسلمانی است بگه مسلمان است ساری کافره، ساری کافر است بگانی مسلمان است. نشود سخن بگوی که ای دین ببرای اعمال تحبت کنی برادر عزیز. ابدگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد. انا میرم گفتم بزرگانی من شما نکنن شوخی. این 5 وقته خودش نماز نمیخونه، یا برادر میگه 5 وقته این فلانه. ما در اسلام همه برابره، هر چی که حرام است برای همه حرام است، هر چی که حلال است برای همه حلال است. و درگاه الهی مناپول یا یگم رویه نیست، یگم مذهب نیست، باز است برای همه. هیچ وقت حق نداره ما این گپا را بزنیم. برای همون میگه که پدر ابراهیم از دنیا کافر رفت، مشرک رفت. همین ابراهیم با همه بزرگی صحیح بخاری در نقل میکند، میگه یلقا ابراهیم و اباه آزر یوم القیامت. روز قیامت حضرت ابراهیم پدرش میبیند در محشر.
فی وجه قطره و الغبره، در چهرش یک نوع ناامیدی هست. جهنم بردستن او را. میبینش میگه یا ابتی اما قلت لک لا تعصینی، ای پدر جان نگفته بودم در دنیا که مرا نافرمانی نکن؟ من نبی از پیامبران هستم، من صاحب وحی و صاحب کتاب هستم، من ترا به سوی رشد هدایت دعوت میکنم. نگفته بودم ترا میگه الیوم لا اعصیک، ای بچه جان امروز نافرمانی نمیکنم، بکه هر کاری میکنی پیش خدا. همینجا در حضرت ابراهیم پیش پروردگار میگردد، میگه ربی وعدتنی لا تخزینی یوم یبعثون، ای الله مرا وعده کردی که روز قیامت ناامید نمیکنم. ایو اخذ اخذ من اب الابعد، از این ناامیدی و از این خجالت می شود که پدر مرا جهنم بردستند. قال الله لابراهیم، الله تعالی حاکمانه جواب میده، میگه یا ابراهیم، ای ابراهیم اینی حرمت الجنه علی الکافرین، جنت برای کافران حرام است. پدر تو در این مهمانخانه ما جا ندارد، نکند که برادر ما هزل و شوخی با دین خدا کند. بعضی ها میگن که این را حرام کرده است. چرا حرام کرده؟ برادر عزیز، یک قوانینه که یک انسان ها بررسی میکنن، ما حق نداریم او را بلند پس کنیم. دستور الهی، قانون، دستور زندگی بشر، سخن خدا، الله تعالی از آن چی میکند پرسیده نمیشود و ما از همه چیز ما پرسیده میشیم. اسلوب بندگی و خدا را باید ما یاد بگیریم. اول با خدا چگونه معامله کردن در کار، با پیامبر چگونه معامله کردن، نسبت قرآن چی سخنها را زدن در کار. خداوند من شما را هدایت و توفیق بندگی عطا کند. پروردگار من و شما و همه برادران امت اسلام جرأت ندهد که با دین خدا شوخی و هزل کنند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا رب.